بعضا در فکر فرو می روم. میگویم پروردگارا، بسیار خطا کردم، بسیار گناه کردم، کارهایی کردم که البته غضب تو آمد، کارهایی کردم که شریعت با این کارهایی کردم اجازت نمیداد، اما من غلام نفس گشتم و وسوسه این شیطان گرفتار شدم. از چیزهایی که تو من کرده بودی، از چیزهایی که رسول تو پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم من کرده بودند، باز نگشتم. با کارهایی که دست زدم نمیدونم آیا تو با این کارهای من روز قیامت چه پاسخ میداده باشی. اما تو خود گفته ای پروردگارا، ای بنده، 100 بار اگر توبه شکستی باز آی. بله، بسیار گناه کردیم و بسیار توبه کردیم، اما باز همان قدر توبه خویش را شکستیم. چون خود گفته ای که بنده با امید است. ای بنده، رحمت من بسیار رحمت بزرگی هست، از رحمت من امید مباش. پروردگارا، من همان بنده عاجز و تنهای تو هستم که به درگاهت باز آمدم. من را ببخش، من را ببخش، چون غلام نفس خود گشتم. چون غلام نفس خود گشتم و به خاطر مهر و محبت این دنیا شده آخرت خود را فراموش کرده ایستاده ام. شب خواب دیدم، در خوابم مرده ام و انسان ها قبر را کنده ایستاده اند. بعدا میگویم که این قبر کیست؟ صدای از آسمان آمد گفت این قبر توست. باور نکردم. وقتی از دور جنازه را می آوردند، پیش این انسان هایی که تابوت من را برداشته می آوردند پدرم بود. وقتی پدرم را دیدم که یقینا دانستم این تابوت من است، میت و جسدی که در آنجا خواب است این من هستم. گفتم پروردگار، من را ببخش. خواستم سر خود را به سجده گذارم، اما تو نگذاشتی. گفتی نه بنده، اکنون دیر شد. فرصت بر تو دادم. عمر خود را بر مهر محبت دنیا فروختی. عمر خود را بر مهر محبت دنیا و عشق ورزی و مینوشی و دیگر کارهایی که من حرام کرده بودم. گفتم برای مؤمنان مسلمان ها حرام است، تو به آن کارها دست زدی. اکنون دیر شد. سجده توبه دیگر کار از سود ندارد. دوستان عزیز، من در خواب خودم مرده ام. باور کنید وقتی جسد خودم را داخل قبر گذاشتند، من که داخل قبر شدم، بالای من کیها خواب پرتافتند؟ همان انسان هایی که دوست گفتیم، برادر گفتم، اکا گفتم، دادر گفتم. اما انسان ها بالای من چنان خاک می پرتافتند با نوبت که فکر می کردم اینها از من بیزار شدند. هرچه زودتر آنها که این کار را می کنند بر فایده خودشان، گویا که بر وقتر آنها از من خلاص شده ایستاده باشند. وقتی یک صدای خیلی دهشتناک را شنیدم و از خواب بیدار شدم، دیدم که دوم قسمی نیمه شب بود. خستم، طهارت کردم، 2 رکعت نماز خواندم، باز به درگاه خداوند متعال برگشتم. این خواب را خودم دیدم. اما انسانی که عین حالش به شما همین خواب را نقل میکند، یعنی دوست شما ابو مدثر. کسی از شما را رنجانده باشم، کسی از شما را خفه کرده باشم، اول خدا، بعدن از شما معذرت میخواهم. خداوند از همه ما و شما راضی باشد. گذشتن این دنیای فانی را با نور ایمان مشرف بگرداند. آمین.